برای خرید محصولات گروه موفقیت شاهرخی و اطلاع از روش‌های خرید و دریافت همین الان میتونی که با شماره تلفن 0990 68 48 741 با پشتیبانی ما همین الان تماس بگیری و روش‌های دریافت دوره‌های ما، دوره تجسم خلاق و 40 محصول دیگه ما رو دریافت بکنی و اطلاعات رو کسب کنی و یا اینکه فایل‌های رایگان ما رو اگر به صورت یک جا می‌خواهی به تلگرام 0936 598 1840 فقط به تلگرام پیام بدید تا فایل‌های رایگان ما به صورت یک جا لینک دانلود اون برای شما ارسال بشه. شاد و پیروز باشید. همین الان با شماره تلفن 0990 68 48 741 تماس بگیرید. سلام، من سجاد شاهرخی، مؤسس وبسایت و بنیانگذار گروه موفقیت شاهرخی هستم. در طول یک سال اخیری که دوره تجسم خلاق 5 بعدی را طراحی و ضبط کردم، کاربران زیادی از این دوره و محصول استفاده کردند و مشاوره هم به اونها داده میشه. انواع اقسام مشکلات خاصی که در زندگی اونها ایجاد شده و من تکنیک های خاصی رو که اکثرا از علم برنامه‌ریزی عصب کلامی، علم تجسم خلاق 5 بعدی اومده تجویز میکنم و برای حل مشکل اونها تمرین ارسال میکنم و این به صورت هفتگی هست. یکی از دوستان و کاربران عزیز تجربه مشابهی رو مثل من در زمان کودکی داشت که شاهد مرگ یکی از عزیزانش بود و حال احساس خیلی بدی داشت، با وجودی که 35 سال سن داره. افکار مزاحم و آزاردهنده اون رو همیشه مثل خوره‌ای به جون اون افتاده و اذیتش میکنه و این افکار مزاحم رو اکثرا همه ما داریم. این کاربر تجربه بسیار تلخی رو داشت و شاهد کشته شدن پدرش بود که در کودکی به قتل رسیده بود این پدرش و این عزیز کاربر دوره تجسم خلاق این صحنه ها و ده ها صحنه دیگه دلخراش رو دیده بود. من فایل پاک کردن افکار منفی و مزاحم که در پوشه تجسم خلاق هست رو معرفی کردم بهش. 21 روز باید این فایل رو گوش میداد، خود هیپنوتیزم رو انجام میداد و در کنارش تکنیک هایی که در ادامه عرض خواهم کرد رو باید شخص اجرا میکرد. خود من هم در کودکی صحنه های بسیار دلخراش و بدی رو دیدم و قرار نیست من اینجا جزئیات و تک تک تجربیات تلخی رو که قرار هست بگم رو برای شما به تشریح در بیارم و بگم، ولی این وایس و این فایل صوتی جنبه آموزشی داره و اگر که طاقت شنیدن این رو داری گوش بده و اگر که نمیتونی بشنوی از این فایل رد بشو. ما مشهور به ارسال فایل های انگیزشی، آرام بخش و فایل های موفقیت هستیم و این فایل کمی متفاوت هست. اگر که میتونی این فایل صوتی رو گوش بدی پس در ادامه این فایل رو گوش بده. کاربرد این فایل و این توضیحاتی که من دارم عرض میکنم برای این هست که تو مدیریت احساسات خوبی داشته باشی و اگر که حال و احساس بدی داشتی و صحنه‌های دلخراش زیادی رو در زندگی دیدی، میتونی از این تکنیک استفاده بکنی و افکار منفی خودت رو تبدیل به افکار مثبتی بکنی و سعی بکنی که زندگی بهتر و با افکار مزاحم کمتری داشته باشی و حال احساس تو بهتر باشه. هدف از ضبط این فایل فقط همین هست. من دوست از این قصد اذیت کردن تو رو دارم، نه اینکه بخوام بگم که در کودکی تو به الان چقدر سختی کشیدم یا چه صحنه‌هایی رو دیدم. اصلا قرار نیست اینجا حمله و خودستایی باشه، برداشت ذهن شما در این زمینه باشه. به اصل صحبت میرم و صحبتم رو ادامه میدم. وقتی که من 7 الی 8 سال سن داشتم، یک همکودکی خیلی ناز و زیبایی به اسم آقا سعید داشتم. آقا سعید بچه خیلی کوچیکی بود، همسن خودم بود و ما هم بازی بودیم در طول کودکی. از اون زمان 2 الی 3 سالگی که شروع به راه رفتن کردیم، همسایه بودیم با هم دیگه و مادران ما با هم دیگه دوست بودن. وقتی که هم بازی هم شدیم در 3 سالگی و 4 سالگی
سالگی 5 سالگی و تا زمانی که 7 و نیم 8 ساله شد این کودک عزیز و این آقا سعید ما و از دنیا رفت، با هم دیگه هر روز روزهای خیلی خوبی رو طی می‌کردیم، بازی می‌کردیم. در زمانی که بهار بود، فصل چیدن گل‌های لاله بود، ما به دشت گل‌های لاله می‌رفتیم. البته من در اون زمان در شهرستان کوچکی زندگی می‌کردم و مثل الان در شهر بزرگ نبودم. در طبیعت با هم دیگه بازی می‌کردیم، بیرون می‌رفتیم، خوشگذرانی داشتیم و خیلی سال‌های خیلی خوبی بود. 3 الی 4 سال با این آقا سعید عزیز که شکل و ظاهر بهشتی داشت با هم دیگه همبازی بودیم. موهای خیلی بلند، موهایی داشت که تا شونه‌هاش آویزون بود مثل یه دختر بچه، موهای زرد طلایی رنگی داشت و چشمان خیلی آبی و قشنگی داشت. خیلی زیبا بود و خیلی این کودک اصلا بهش نمیومد که باید در این دنیا بمونه. چهره زیبای بهشتی داشت، متفاوت از شکل و شمایل ایرانی‌ها بود. تقریبا مثل یک فرشته‌ای بود این آقا سعید گل ما. در روز آخری که ما با هم دیگه بیرون رفتیم داشتیم بازی می‌کردیم، مثل سال‌های قبل، مثل 3-4 سال اخیر در حال بازی کردن بودیم. الان یادم نیست دقیقاً چه چیزی در وسط خیابونی که ما داشتیم بازی می‌کردیم توجه آقا سعید رو جلب کرد و این عزیز به وسط خیابون پرید. یک کامیون زرد رنگ ولوهای سوئدی که کامیون‌های زرد رنگی هست که دماغه‌دار هست و بزرگ هست، وسط خیابون در حال حرکت بود. این دوست عزیز و این آقا سعید همبازی ما وسط خیابون پرید و متاسفانه کامیون روی این شخص رفت، روی آقا سعید ما رفت و کاملا این شخص رو له کامل کرد، تبدیل به یک فرشی شد که صاف و پرس شده. این دوست عزیز اصلا شکل و شمایل آقا سعید نبود و در یک لحظه من این صحنه رو دیدم و ترس وجودم رو گرفت. راننده کامیون هم از چرخهای جلو هم از دو چرخ عقب، دو چرخ در یک طرفش هست و دو چرخ پشت سر اون کامیون هست، یعنی با 4 تایر دیگه هم روی این شخص رفت و کاملا این آقا سعید ما پرس شد و تبدیل یک فرش خیلی صافی شد و من اصلا فقط موهای صاف شده چسبیده اون رو به آسفالت دیدم. این صحنه برای من خیلی دلخراش و بد بود. برای کودکی که 7 الی 8 سال سن داره خیلی صحنه زجرآور و بدی بود، اصلا قابل تحمل نبود. و تازه کامیون زد کنار و این کارو انجام داد. اون راننده البته آشنا بود و همسایه دور همون آقا سعید بود و ندیده بود که این شخص به جلوش اومده. کامیون هم ارتفاع زیادی داره و قصد خاصی هم نداشت، قصدش رفتن وسط خیابون رانندگی بود و این آقا سعید ما اشتباه کرد که وسط خیابون به ناگهان اومد و کامیون هم متاسفانه این شخص رو له و لورده و کاملا پرس کرد. راننده کامیون که اسمش آقا ماشاءالله بود و من هنوز به اسم ماشاءالله متاسفانه حس و حال خوبی ندارم و حالم بد میشه و در چند سال اخیر فقط با تکنیک انکرز و تکنیک عوض شدن کیفیت فری که در برنامه‌ریزی عصب کلامی به اون گفته میشه، این حس و حالو خیلی خوب کردم و تا 70-80% حسم به این اسم و کامیون ولوو کامل عوض شده و با تمرین‌های خود هیپنوتیزمی که انجام دادم دیگه مثل قبل نیستم که اسم کامیون ولوو زرد رنگ و شکل و شمایلش که میبینم و اسم ماشاءالله رو حس و حال خیلی بدی ببینم و بدونم و حالم خراب بشه و با تکنیک خود هیپنوتیزم و همچنین عوض کردن کیفیت فرین که در ادامه به تو خواهم گفت، این حس و حالم عوض شده. و این آقا ماشاءالله ما در ادامه بگم که پیاده شد از کامیون و چون خیلی هول شده بود و این صحنه رو دیده بود، سریع اومد پایین و یک کارتکی رو برداشت از ماشینش و شروع کرد به کندن این جنازه و ریختن اون در یک گونی برنجی بود که خالی بود و اون رو جمع کرد مثل چند تیکه گوش و کنار خیابون گذاشت. و این صحنه خیلی بدتر از اون صحنه‌ای بود که این شخص پرس شده بود. من پس از دیدن این صحنه و حالت خیلی بدی که داشتم و راننده رو دیدم که فرار کرد و این آقا ماشاءالله ما فرار کرد، این جنازه رو گذاشت کنار خیابون در یه گونی پیچید و به حرکت خودش ادامه داد و رفت. و من بعد از اون که این صحنه رو دیدم به پدر و مادر اون آقا سعید گفتم و این فرد رو هم شناختن و بعد از اون بعد از 1-2 سال رضایت پدر آقا سعید رو گرفتن چون فامیل دور بودن، هم راننده کامیون و کاری بود که شده بود و نمیشد انجام داد و راه حلی برای زنده شدن آقا سعید انجام داد. متاسفانه چیزی که برای من بود افکار مزاحم و ناراحت کننده و دلخراشی بود که مدام صحنه‌های له شدن، پرس شدن این آقا سعید گل که چهره بهشتی داشت شب و روز به ذهن من می اومد و من اصلا نمیتونستم مدرسه برم و حس و حال بدی داشتم. هر وقتی که سر کلاس میرفتم همیشه این صحنه‌ها به جلو چشم من می اومد. در طول شب هم بعضی مواقع کابوس‌های شبانه‌ای به سراغ من می اومد و در کنارش هم متاسفانه منزل ما در جایی بود که نزدیک قبرستون بود و غسالخانه‌ای بود که مدام جنازه از منزل ما رد میشد و نزدیک این غسالخانه می آوردن و صدای جیغ و فریاد این زن‌هایی که ناله و گریه میکنن و جیغ میزنند رو مدام از صبح که از خواب بیدار میشدم در گوش من بود و برای کنجکاوی من همیشه پشت غسالخانه میرفتم و تقریبا شسته شدن من 700-800 نفر از مردگان رو من از نزدیک از پشت پنجره البته در کودکی دیدم و از این لحاظ رکورددار هستم. مثل خیلی از چیزهایی که در زندگی من
رکورددار هستم، از لحاظ دیدن جنازه هم من رکورددار هستم. صحنه‌های خیلی بدی رو از انواع اقسام جنازه های مختلفی رو من دیدم در کودکی و در کنارش هم که دوست عزیزم رو به این صورت دیدم و تقریبا در 7 سالگی به شکل خیلی بدی من فشار زیادی به نسبت به سنم با دیدن این صحنه در من ایجاد شد. تقریبا یه حالت خیلی خاصی پیدا کردم که اگر نگم دیوونگی بود، حالت پریشانی خیلی فوق العاده به من دست داده بود و پدر بزرگی داشتم که خدا بیامرز در سال 76 فوت کردن، ولی ایشون دانویس خیلی قهاری بود، حافظ قرآن بود و فرد بسیار مؤمنی بود. برای من دعاهای گوناگون گرفتن، همیشه به من فوت می‌کردن، دعا می‌نوشتن و تا حدی حس و حال من خوب شد، ولی باز من اون آدم سابق نبودم. از 8 سالگی الی 9 سالگی اگر اشتباه نکنم که به شهر دیگه مهاجرت کردیم کلا و از اون شهر اومدیم به شهر بزرگ که خیلی مهاجرت عالی بود و خدا رو شکر می‌کنم که از اون مخمسه اصلا رها پیدا کردم و در اون محله‌ای که زندگی می‌کردم مدام صدای ناله و گریه و تشییع جنازه بود و همیشه من اینها رو می‌دیدم و اثرات بسیار بدی رو روی روحیه من گذاشته بود. از اون سال که من مهاجرت کردم به شهر بزرگتر اومدم، مدام این افکار من رو آزار میداد، مثل خوره به جون من افتاده بود. صحنه پرست شدن این آقا سعید گل که در کودکی و در همین صورت در من ایجاد شده بود من رو آزار میداد. در سالهای نوجوانی که من به کتاب خوندن علاقه زیادی پیدا کردم و به کتاب‌های موفقیت واقعا با عشق و علاقه می‌خریدم و اونها رو می‌خوندم و اجرا می‌کردم، به کتابی از آنتونی رابینز رسیدم که در مورد فوت یکی از دوستان بود و در مورد اصل استعاره یا متافور که در برنامه‌ریزی اثر کلامی به اون گفته میشه و عوض کردن تمثیل‌ها به پسر خودش که اونم هم بازیش فوت کرده بود و به آنتونی رابینز گفته بود که دوستم فوت کرده. دقیقاً آنتونی رابینز این پاسخ رو به بچه خودش داد که دوست تو هم مثل یک پیله پروانه‌ای هست که در پیله خودش بوده و الان آزاد شده و با فوت کردن اون آزاد و رها شده و روحش هم شاد شده و به یه دنیای خیلی عالی‌تر زیباتری رفت. وقتی من این کتاب رو خوندم ایده به ذهن من رسید که من هم باید به همین صورت این تمرین رو انجام بدم. نشستم و تمام این صحنه‌ها رو به یاد آوردم و چهره این آقا سعید گل رو هم جلو چشمان خودم آوردم به صورت اینکه شاد، خیلی سر حال هست، خیلی زیبا و با چهره نورانی جلو چشم من نشسته. با اون صحبت کردم، کیفیت فرعی ذهنم رو به این صورت که در برنامه‌ریزی اصلا کلامی گفته میشه تغییر دادم. صحنه پرست شدن این عزیز رو ریز و سیاه و محو و محوتر کردم. البته در حالت آلفا این کار انجام دادن، باید 20 تنفس عمیق بگیری و البته 3 ماه همین کارو انجام بدی، نه یک شبه، روزی 2 بار این کارو انجام بدی حداقل. چهره این عزیز رو که پرست شده بود و اون صحنه دلخراش رو هر روز سیاه و سیاه‌تر کردم، محو و کم رنگ کردم و چهره آسعیدی که در زمان کودکی با اون موهای بلند و طلایی شک و چشمان آبی رنگی داشت و من با اون بازی می‌کردم رو تمام صحنه‌هاش رو به یاد می‌آوردم با جزئیات کامل. احساس خوب به این جزئیات و حوادث میدادم، احساس خوب به این جزئیات بازی و اون لذت بردن و بازی‌های کودکانه میدادم و پس از اون 2 بال رو مثل فرشته به بدن دوستم آقا سعید دادم. مثل یک فرشته به این صورت تجسم کردم که داره از من دور و دورتر میشه و به یه دنیای خیلی زیباتر، قشنگتری داره میره و از من خداحافظی میکنه و بالهای فرشتگونه این شخص رو هم دیدم، تجسم کردم. موهاش هم که خیلی قشنگ بود، چشمای آبی هم داشت و کلا به فرشته هم شکل و شمایل و ظاهر زیبا این شخص میخورد و من با این شخص حالتی که مثل دست‌ها رو تکون میده و حالت بای بای هست در کودکی و داره از من دور و دورتر میشه و پرواز میکنه رو مدام تصویر سازی میکردم، تجسم میکردم و در حالت خود هیپنوتیزم هم با فایل پاک کردن خاطرات منفی این فایل رو تلفیق میکردم و مدام این صحنه ها رو زنده کردم و صحنه له شدن و پرست شدن هم مدام سیاه و محو و زشت و اینکه چنین چیزی اتفاق نیفتاده و حتی اغراق کردن و دروغ جلوه دادن رو هم به ضمیر ناخودآگاه خودم تلقی میکردم و پس از اون تصویر اصلی رو بزرگ و بزرگتر در ذهنم میکردم. به این تکنیکای کیفیت فرعی گفته میشه و همچنین دستکاری کیفیت فرعی ذهنی برای عوض کردن و یا کمرنگ کردن خاطرات ذهنی، اثرات خاطرات منفی ذهنی که شخص رو آزار میده. البته فایل کاملش رو ما در دوره تجسم خلاق، پکیج تجسم خلاق به اسم فایل پاک کردن خاطرات و افکار منفی یا پرکتیس کیک آف بد مموری، پاک کردن یا اخراج کردن افکار منفی ضبط کردم در فایل خود هیپنوتیزم صوتی و تصویری که بعد اون رو شخص انجام بده، تمرین بکنه برای تک تک افکار منفیش که بتونه احساسات خوب رو جایگزین احساسات بد بکنه و سم و زهر این افکار منفی که مدام هر روز شخص رو آزار میده کم و کمتر بکنه. و پس از اون هم 600-700 نفری رو که در غسالخونه دیده بودم که جنازه ها اون شسته میشد به همین صورت این کارو انجام دادم. تصویر اون غسالخونه و اتاقی که روی سن قرار داده میشد جنازه ها و جسدها به اون صورت تصویرش رو دیدم و بعد اونها رو به این صورت دیدم که خیلی دارن پاک، مطهر، طیب و طاهر میشن و آماده میشن که به دنیای خیلی زیباتر، قشنگتر، به صورتی که مثل یک تونلی هست و
تونل نورانی شکل هست پرواز بکنن و با یه سرعت عالی جسم اونها بال در بیاره و به یک دنیای دیگه قشنگتر، زیباتر و پر از احساسات و زیبایی ها گام بردارن و در اونجا زندگی جدیدشون رو شروع بکنن و این دنیا بسیار بد هست، بسیار مثلا پر از رنج هست برای اونها، نه البته برای من، چون اگه برای من این تصویرسازی انجام میشد خود من حال احساسم برای زندگی کردن در این دنیا بد میشد. برای من در این دنیا تا زمانی که زنده هستم این دنیا عالی هست و من باید رسالتم رو انجام بدم و تمام تلاشم رو بکنم، تمام لذت‌های دنیوی که مفید، حلال و زیبا هست رو هم انجام بدم و پس از اون زمانش که رسید از این دنیا مثل این عزیزان بال مثلا